سلام. توی این ویدیو میخوایم آموزشی رو داشته باشیم که با چت بات ها اول یه دونه پرامپت ایجاد بکنیم، بعد با پرامپتی که ایجاد کردیم بدیمش به گوگل ای استودیو واسمون یه دونه عکس جنریت کنه. بعد اون عکسی که جنریت شده رو بدیم به WS و تبدیل به فیلمش بکنیم. همه این سایت هایی هم که امروز داریم امتحان میکنیم قاعدتا رایگانه. خب بریم که با هم داشته باشیم. اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ فیلتر شکنمون رو روشن میکنیم، چون همه این سایت ها فیلتر. اول میایم توی چت جی پی تی. اگه اکانت دارین که وارد اکانتتون میشه، اگر هم اکانت ندارین که یه اکانت درست بکنیم. بعد بهش میگیم که یه پرامپت خب همونطور که میبینیم یه پرامپت واسه ما آماده کرد. پرامپت رو کپی میکنیم، میایم توی گوگل ای استودیو. خب قاعدتا بعد توی این بخش هم لاگین بکنیم. بعد که لاگین کردیم میایم توی جنریت مدیا. از این بخش ایمیجن رو انتخاب میکنیم و توی منوی سمت راست مدلش هم میزنیم روی ایمیجن اولترا که عکسای با کیفیتی رو واسه ما جنریت میکنه. توی این قسمت هم تعداد عکسایی که جنریت میکنن هم میتونیم انتخاب کنیم که از 1 تا 4 میتونیم انتخاب کنیم که حالا من میذارم روی یه دونه. نسبت تصویر هم بزنیم روی 16:9، چون بعد که میریم توی VOS به مشکل بر نخوریم، چون که یه نسبت تصویری یا VOS میگیره. اینجام که کیفیت عکس یه وانکر داره، یه توکه که همون وانکر به نظر من بست. خب حالا پرامپت که آماده کرده بود واسم میذاریمش و اجازه میدیم ما که واسه عکس جنریت کنه. خب عکسی که جنریت کرد که زیاد واسه من جالب نیست، میذاریم یکی دیگه جنریت کنه. احساس کنم خیلی کارتونیه، بیایم بهش بگیم که خیلی گرایانه باشه. احساس کنم پرامپت ضعیفی بود و حالا این پرامپت جدید این بریم ببینیم این پرامپت داستانش چیه. حالا باز این یکم قابل تحمل تره. خب عکسی که واسه ما جنریت کرد از این بخش دانلودش میکنیم. بعد میایم توی فلو یا توی گوگل لب. وقتی وارد سایت فلو شدیم اینجا یه دونه create with flow هست. از این قسمت نیو پروژکت رو انتخاب میکنیم. وارد همچین محیطی میشه. خب قاعدتا بعد لاگین بکنیم اولش. بعد از این قسمت تکست تو ویدیو رو انتخاب نکنیم، بیاین فریم تو ویدیو رو انتخاب بکنیم. مدل هم که همون به 3F هست که هم با تولید صدا هم هست. روی پلاس کلیک میکنیم و آپلود رو میزنیم. عکسی که واسه ما ساخته رو آپلود میکنیم. نسبت تصویر میبینین اوکیه. کراپ اند سیو رو میزنیم و اینجا باز میایم یه پرامپت دیگه واسه متحرک سازی و تبدیل عکس به ویدیو هم از چت جی پی تی میگین که واسهتون جنریت کنه. خب پرامپتی که جنریت کرد میایین توی فلو و توی این قسمت میذارین و منتظر میشین تا واسهتون ویدیو رو بسازه. خب همونطور که میبینیم ویدیو رو واسه ما ساخت و بریم پلیش کنیم ببینیم چی ساخته. اندازه طول ویدیو هم 8 ثانیه است.
حرکت ماشین و حرکت نور خودش هم که صداگذاری ها انجام داد و آدم اینا رو ببینه واقعا اصلا ذوق میکنه که تو همچین سالی و واقعا میتونه اینا رو ببینه. 10 سال پیش کجا بودیم الان کجاییم. از این قسمت هم دیگه میتونی شما ویدیو رو دانلود بکنی و خودتون میتونین حالا عکس‌های متفاوتی رو جنریت کنین، پرامپت‌های متفاوتی رو امتحان بکنین و بیاین اینجا تبدیل بکنین به ویدیو عکستون رو. در آخر هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد و واسهتون مفید بود حتما لایکش بکنین و با کامنت گذاشتنم حتما اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین مطرح بکنین. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه